به نام خدا، با تحلیل دیسی ترانزیستور ماسفت در نرم افزار ADS در خدمت دوستان هستیم. توی این تحلیل و توی این بخش از آموزش ما ولتاژ گره‌ها و جریان شاخه‌ها رو مشاهده می‌کنیم. مشخصات کلی هر قطعه‌ای که توی شماتیکمون داریم میتونیم مشاهده کنیم. نقطه کار ترانزیستور رو بررسی می‌کنیم و در این نرم افزار مشاهده می‌کنیم. جاروب کردن دیسی که یه بخش مهمی هست رو یاد خواهیم گرفت و با استفاده از این جاروب کردن دیسی میایم منحنی مشخصه جریان درین رو بر حسب ولتاژ درین سورس، البته با تغییر ولتاژ گیت سورس، یعنی برای ولتاژ های مختلفی از پای گیت به سورس میایم منحنی مشخصه رو رسم میکنیم. بعد از اجرای نرم افزار ADS و تعریف یک محیط شماتیک برای اون، ما عناصر و المان هایی که نیاز داریم رو به صفحمون اضافه میکنیم. از کتابخونه دیوایس ماس میایم و یک ترانزیستور نوع N رو به شماتیکمون اضافه میکنیم. با زدن دکمه اسکیپ اون رو از حالت انتخاب در میاریم. برای هر ترانزیستور یا هر المان نیمه هادی گفتیم که باید یک مدل هم تعریف بشه. مدل این ترانزیستور ماسفت نوع N که NMOS هست رو میتونیم از این قسمت به شماتیکمون اضافه کنیم. خب این رو هم میاریم و اضافه میکنیم به شماتیکمون. پارامترهایی که توی این مدل وجود داره به همون صورتی که میبینید پارامترهای متعددی هست که شما میتونید این پارامترها رو با توجه به نوع ترانزیستوری که استفاده میکنید و اسم ترانزیستور و دیتا شیتش این پارامترها رو وارد کنید و این شبیه سازی رو از اون حالت ایدئال در بیارید و به حالت واقعی نزدیکترش کنید. میدونید که زمانی که ما این المان ها رو مقدار دهی نمی کنیم، نرم افزار ADS اون رو در حالت ایدئال در نظر میگیره و به صورت پیشفرض یک مقداری رو براش در نظر میگیره. پس اگه ترانزیستور خاصی مد نظرتون هست میتونید دیتا شیتش رو دانلود کنید و مقادیر دیتا شیت رو اینجا وارد کنید. خب در قسمت بعدی ما از قسمت پراپ کامپوننت یک آی پراپ میاریم و اضافه میکنیم به شماتیکمون. بعد از این مرحله نیاز داریم به دو تا منبع ولتاژ که میتونیم از سورس فرکانسی دومین منبع ولتاژ دیسی مون رو اضافه کنیم یا از بیسیک کامپوننت که منبع ولتاژ دیسی اینجا هم وجود داره میتونید از این VDC استفاده کنید. حالا تفاوتی نمیکنه. پس من یک منبع ولتاژ دیسی برای گیت سورس میارم و یک منبع ولتاژ دیسی هم برای درین هم میارم که درین رو تغذیه کنیم. خب حالا سیمکشی بین این المان ها رو انجام میدیم. وصلش میکنیم به پراپ، این رو هم وصل میکنیم به درین و این هم گیت ترانزیستورمون و در نهایت زمین مدارمون که از این قسمت میتونیم اون رو اضافه کنیم به برنامه به این صورت و به این صورت. این اتصال رو هم به این صورت بین ترانزیستورمون برقرار میکنیم. حالا مقادیر وی دی سی مون رو وارد میکنیم با دوبار کلیک کردن روی اون. من مثلا حالا این مقدار رو 5 ولت در نظر میگیرم و این مقدار وی درین سورسمون هم 2 ولت قرار میدم تا ببینیم نتایج شبیه سازیمون به چه صورت خواهد شد. خب برای هر شبیه سازی و برای هر اجرای شبیه سازی تو نرم افزارها ما نیاز داریم به این که به نرم افزار بگیم که از چه محیط شبیه سازی، از چه تحلیلی میخوایم استفاده کنیم. خب اینجا موضوعمون تحلیل دیسی هست، پس من تحلیل دیسی رو به برنامه‌ام اضافه میکنم و با زدن این دکمه این شبیه سازی اجرا خواهد شد. خب من سیمولیت رو میزنم تا
شبیه سازی من اجرا بشه. این پنجره ها رو که از قبل باز میشون میبندم و این رو هم میبندیمش. از قسمت سیمولیت میتونید بیاید توی DC annotation annotated voltage برید ولتاژ های گره ها رو ببینید که ولتاژ هاش به چه صورت هست و چقدره. میتونید جریان شاخه ها رو هم مشاهده کنید، ببینید جریان شاخه ها. میدونید که جریانی که وارد پای گیت میشه برابر با 0 آمپر در حالت ایدئال و جریان این شاخه رو هم میتونید اینجا مشاهده کنید. خب در قسمت بعد ما میتونیم بیایم و نقطه کار این قطعاتمون رو پیدا کنیم. خب قبل از اینکه وارد این المان بشید، وارد این مرحله بشید، از قسمت سیمولیشن setting بیاید و DC annotation option اینجا انتخاب کنید که بریف رو میخواید یا دیتیل رو میخواید. هر کدوم رو که میخواید میتونید انتخاب کنید. اگه حالت نون باشه شما نقطه کار این قطعاتتون رو نمیتونید مشاهده کنید و با اجرای سیمولیت پنجره رو میبندم، اینم میبندم و رفتن به قسمت DC annotation و DC operating point میتونم نقطه کار هر المانی که میخوایم رو اینجا پیدا کنم و ببینم. اگه حالت دیتیل رو انتخاب کنید با جزئیات کاملتر میتونید اینها رو ببینید، یا منابع تغذیه‌مون که اینجا وجود داره، ولتاژ و توان و مقدارشون. با زدن دکمه کلیه هم میتونید همه اینها رو پاکشون کنید. خب حالا در قسمت بعد، یعنی در این قسمت ما میخوایم بیایم و این جریان آی درین رو بر حسب ولتاژ، تغییرات ولتاژ درین سورس به دست بیاریم. آی درین رو بر حسب ولتاژ درین سورس به دست بیاریم، البته با تغییراتی که روی ولتاژ گیت سورس اجرا میکنیم. خب برای اینکه ما بیایم و این منحنی رو رسم کنیم نیاز به یه سری پارامترهای دیگه هم داریم. از قسمت سیمولیشن DC پارامتر سویپ رو من اضافه میکنم به برنامه. از سربرگ بالا این متغیر ور رو هم به برنامه هم اضافه میکنم. خب قبل از اینکه وارد این ور و پارامتر سویپ بشیم، میایم و مقدار و این المان ها یعنی منابع تغذیه‌مون رو به صورت متغیر تعریف میکنیم، چون میخوایم توی یک محدوده‌ای تغییر کنم. این مقدار وی DC رو من قرار میدم وی DD بر حسب ولت. اوکی میکنم که این میبینید بر حسب ولت تغییر میکنه اینجا المانش. و این منبع تغذیه رو هم اسمش رو میذاریم وی دبل جی، بر حسب ولت قرارش میدم، اپلای و اوکی. این مقادیر اینجا برای این دوتا به این صورت تغییر میکنه. حالا میایم و در قسمت ور این دوتا پارامتری که اینجا تعریف کردیم رو مقداردهی اولیه میکنیم که یک مقداردهی اولیه هم برای اینها داشته باشیم. خب من اینجا این متغیر رو وارد میکنم، میگم که مقدار اولیش مثلا باشه 0 و اپلای و پارامتر بعدیم که این هست این رو هم اد میکنم به برنامه‌ام و اوکی. همونطور که اطلاع دارید و میدونید ما و توی تحلیل DC ترانزیستور BJT هم گفتیم محور افقیمون رو توی تحلیل DC تغییر میدیم. خب پارامتر سویپ رو انتخاب میکنیم. پارامتر سویپ ما اینجا وی دیدی هست که ما اینجا با همون حروف بزرگ که نوشتیم وارد میکنیم. نقطه استارتمون رو 0 انتخاب میکنیم
نقطه استاپ رو مثلا 6 انتخاب میکنیم و استپ سایزمون رو هم 1/10 میگیریم تا محور ایکس هامون بر اساس این تغییر کنن و میتونیم حالا با دیسپلی کردن این مقادیر رو هم اینجا مشاهده کنیم و استپ سایز که مقدار دیگه کردیم میخوایم اینجا ببینیم که به این صورت میتونیم مشاهده کنیم. مرحله آخرمون میدونید که با هر وقت که صفحه از دستتون خارج شد یا المان هایی روی این صفحه نمیدیدید میتونید با زدن دکمه ویو آل همه پارامترها و همه المان ها رو ببینید روی صفحتون. میریم در قسمت پارامتر سویپ و اینجا در قسمت سویپ بهش میگیم که چه متغیری رو میخوایم سویپ کنیم. خب متغیری که میخوایم سویپ کنیم و مقادیر مختلفی بهش بدیم تا نمودارمون بر اساس اون رسم بشه وی گیتمون هست. شروع استارتش رو مثلا میتونیم از 2 قرار بدیم و از 2 ولت قرار بدیم و استاپش هم مثلا قرار بدیم 3 ولت و استپ سایزش هم قرار بدیم 25 صدم ولت. و در قسمت سیمولیشن هم شبیه سازی که یعنی تحلیلی که داریم استفاده میکنیم رو وارد میکنیم. خب یه دونه تحلیل اینجا داریم، اسم این تحلیلمون هم DC1 هست. من این رو همینجا وارد میکنم و اوکی میکنم. بعد از اینکه کارهایی که قرار بود انجام بدیم به اتمام رسید، حالا میتونیم به دلخواه خودمون اسم این پرابمون رو هم عوض کنیم. مثلا قرار بدیم جریان درینمون ID قرار بدیم و اوکی کنیم. حالا بعد از اینکه اون کاری که توی این صفحه شماتیک میخواستیم رو انجام دادیم و تموم شد، میایم از قسمت سیمولیت برنامه‌مون رو شبیه سازی اجرا میکنیم. از قسمت این پنجره مستطیل شکل با زدن روی اون هر کجای صفحه میتونید این رو قرار بدید و جریان پراپ که ما اون رو با ID نمایش دادیم اگه 2 بار روش کلیک کنید به این سمت اضافه میشه، توی این لیست اضافه میشه. یا اینکه میتونید روی اون کلیک کنید و دکمه اد رو بزنید و اگه خواستید از اینجا دلیتش کنید میتونید اینو انتخاب کنید و دلیتش کنید. من دوباره این رو اد میکنم تا به این قسمت اضافه بشه. حالا میام و اوکی رو میزنم. میبینید که جریان درین من بر حسب وی درین سورس رسم میشه و حالا برای وی گیت های مختلف، وی گیت سورس های مختلف میخواید مثلا وی گیت سورس هم اینجا ببینید. وی گیت سورس رو یکی از این نمودارها رو روش کلیک کنید به این حالت در بیاد. حالا اگه 2 بار روی این کلیک کنید میتونید اینجا لاین کالرتون رو عوض کنید، دیسپلی لیبلتون رو عوض کنید و نشون بدید روی صفحتون این دیسپلی لیبلی که دارید رو. خب اگه من روی این کلیک کنم میبینید که مقدار وی گیت هامونم اینجا اضافه میشه و نمودارمون بهتر مشخص میشه. حالا اینجا هم بر حسب دلخواه خودتون میتونید ضخامت خطوطتون رو تغییر بدید تا یک شکل زیباتر و بهتر داشته باشید. به این صورت پنجره دیگه‌ای که اینجا وجود داره، اگه شما نیاز داشته باشید که متغیرهایی رو به صورت جدول داشته باشید میتونید از این قسمت که به صورت عدد نوشته و لیست هست روش کلیک کنید و اون رو اضافه کنید به برنامه. هر قسمتی که میخواید اون رو اضافه کنید و اون پارامترهایی که میخواید رو ببینید. مثلا وی درین، وی گیت یا آی دی که میتونیم اینجا مشاهده کنیم یا میتونید حتی آی دی رو هم به این پنجره اضافه کنید و ببینید که توی چه مقادیری تغییر میکنه بر حسب وی درینمون. و دوباره با زدن ویو آل میتونید همه اینها رو روی صفحتون مشاهده کنید. یه زمانهایی لازمه که نشون بدید به
خواننده به کسی که داره این شکل‌ها رو می‌بینه یا این مقاله رو می‌بینه مشخص کنید، مثلا یه قسمت از نمودار مارکش کنید که ولتاژها و جریان‌ها یا اون مقادیر به چه صورت هست. میتونید از این قسمت insert a new marker رو انتخاب کنید که یه شکلی به این صورت داره و بیاید اون جایی از نمودار رو که میخواید مارکش کنید تا مقادیری که میخواید به این صفحه اضافه شه. ببینید M1 رو با این مقادیر ما میتونیم مشاهده کنیم. خب این بود تحلیل DC یک ترانزیستور ماسفت که مشاهده کردید و قسمت های مختلف اون رو با هم مقداردهی کردیم، خروجی های اون رو مشاهده کردیم. تا آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.